بچه ها، امروز آمدم برایتان یک قصه خیلی قشنگ تعریف کنم. آماده هستین؟ روزگاری در یک شهر قشنگ دختر زندگی می کرد به نام سندریلا. سندریلا دختر خیلی مهربان و خوشقلب بود، ولی نامادریش و خواهرهای ناتنیش مثل همیشه اذیتش می‌کردند و همه کارهای خانه را به او می‌سپردند. یک روز خبر رسید که شاهزاده قرار است یک مهمانی بزرگ برگزار کند و همه دخترهای شهر را دعوت کند. خواهرهای ناتنی با خوشحالی برای مهمانی آماده شدند، ولی سندریلا چرت زد و گفت من هیچ لباسی برای پوشیدن ندارم. چند لحظه مکث کرد، یادش آمد که یک لباسی از مادرش و یادگار برایش باقی مانده است. رفت بکس رو بلند کرد و بکس بسیار هم از سالها گذشته بود خاک داشت و لباس را بیرون آورد. دید که یک کم خراب است و شیشت به کمک موشها دوستهایش او را آماده کرد. متاسفانه که نامادری اجازه نداد سندریلا به محفل بیاید. سندریلا ناراحت شد، یک گوشه نشست و گریه کرد. همان موقع یک نور قشنگ ظاهر شد. پری مهربان جلو چشم پیدا شد. پری گفت گریه نکن عزیزم، تو هم باید به مهمانی بروی. بعد با چوب جادویی لباس سندریلا را تبدیل به لباس فوق‌العاده زیبا کرد. فقط یک شرط داشت، تا قبل از 11 شب باید برگردد. سندریلا رفت مهمانی. شاهزاده به وقتی که دیدش محو مقبولی و زیبایی سندریلا شد. تمام شب با هم رقصیدند، ولی وقتی ساعت 12 نزدیک شد سندریلا فرار کرد و در راه یکی از بوتهای پایش بیرون شد و افتاد. فردای آن روز شاهزاده دستور داد که بوت را به تمام دخترهای شهر ببرند و در پایشان کنند، ببینند که در پای کی برابر است. بالاخره وقتی به خانه سندریلا رسیدند، بود دقیقاً اندازه پای او بود. شاهزاده سندریلا را پیدا کرد، با خودش به قصر برد و اونا خوشبخت شدند تا آخر عمر به شادی زندگی کردند. خب بچه های عزیز من، امیدوارم از این قصه قشنگ لذت برده باشین. اگر دوست داشتین از این قصه ها بیشتر برایتان بگویم، حتما چینل ما را سابسکرایب کنید. تا قصه بعدی، خدا نگهدار.